به جانواری هم حتما آهنگ مطلوب تا شنیدید. خب باشیم امروز یک آهنگ بسیار جالب و بسیار مقبول دیگرم براتون میخوانم که یکی از کمپوزرهای دوست عزیزم جان نهیل است. این آهنگ ساخته و برای من لطف کردن، مهربانی کردن که این آهنگ بخوانم باشم پیداش کنم. این فکر میکن در آقای کروانی ساخته خودش، من نمیفهم خودش او در میدان که ساخته یا نه خانده میشه فهمیدم که در آقای کروانی است دیگه، خودش بهتر میفهمه. تشکر ازش میکنم، لطف میکنه. این آهنگ از نهیل عزیز است، از جان نهیل. خب باشیم که یک تلفن دارم و میره بگیرم که دوست عزیز من جوهر عزیز است از آلمان باز کم بزن. جوهر عزیز سلام عرض میکنم خدمتتان. سلام قربان. سلام به شما و مشاجان عزیز هنرمند صدا مردمی و صوفقدار دیارم. بسیار دیر ما صدای مبارکتان رو بشنم و مشاجان عزیز. قربان شما، مهربانی میکنید جوهر عزیز. شما متناسب مهربان هستید. چطور هستید؟ صحت خودتون؟ زنده باشید. شما را خدا نگیره و همچنین یک سلام جداگانه خدمت بانو صوفیا جان فرزانه گرداننده و مدیری پروگرام‌های هفته‌وار شما پیشکش می‌کنم. بله. بسیار تشکر. بسیار خوب شد که لطف کردین، مرحمت کردین. شما زدین یک چیز در فکری من بود که من پرسان بکنم. من قرار شنیدم مهمتر که جلد دوم به کتاب شما که بخیر در این وقت‌های نزدیک بخیر دوباره میرسه و کتاب اول شما که نشر شده بود در مورد بیوگرافی هنرمندان و معرفی هنرمندای افغانستان بود، از تمام هنرهای زیبا، از ممثلین، نوازنده‌ها، آوازخوان‌ها، رسام‌ها، شاعرها، هر کس بود. جلد دوم از اون در نظر گرفتین. ان شاء الله درست است؟ ان شاء الله درست خبر شدیم؟ بله مشاهدان عزیز، دوم کتاب مصاحبه با جوان با هنرمندای کشور ما لویدیست است، عن طریق انشاءالله تعالی به چاپ میرسه و این کتاب مصاحبه من بالاتر از 300 صفحه داره که 54 مصاحبه از این مصاحبه هنرمندای آوازخوان، سینماگرا و هنرمندای تئاتر مرتبط می باشه و ما متوقع دو مصاحبه از این با شعرا اختصاص داده شده. آماچه جان بله خوب، بسیار خوب است. انشاءالله فکر میکنم من زودیات من خود دارم من قریب آماچه جان عزیز شاید دمی هفته و یا هم شاید هفته دیگه اعلان از این از طریق سوشل میدیا و رسانه ها پخش کنم. بسیار خوب. انشاءالله تعالی شما و دوستان و علاقمندای موسیقی و آواز حتما میره دیدن خواهد کردن. انشاءالله حتما گل بسیار خوب میشه. بسیار لطف کردین، مرحمت کردین. یک جهان تشکر از اینکه مژده را دادین برای هموطنان ما. خوب هستن با هنرمندای خود و کسایی که از خاطره ها رفته و فراموش است کنی و پس دوباره به خاطرشون برسن و اونا رو متوجه شن. بسیار زیاد تشکر از شما. خواهش میکنم. آمشا جان عزیز، در قسمت کتاب که شما فرمودین مصاحبه شما عزیزان شامل از این کتاب شما هنرمند بسیار سابقه‌دار نام خدا آواز گیرای شما را قسم میکنه و در این کتاب شامل است. مصاحبه شما اگر لطف کنین بسیار بیر شده که ما خودت صحبت تلفنی هم نکردیم. بله لطف کنین یک دو برای اعلان و یکی هم برای خود کتاب اگر واتساپ بله من امروز این کار میکنم براتون. بخیر بعد از پروگرام. ممنون احسانتان. قربان سلام. خوش میکنم. تشکر. سلامات خدا به تمام عزیزانی که حاضر در پروگرام شما تقدیم میکنم. تشکر جان. خداوند یار مدد. السلام علیکم. بسیار تشکر جواد عزیز. موفق باشید. بسیار تشکر. مجده بسیار خوب بود دوستان عزیز. می‌فهمم که اگر دوباره بخیر چه شود همین
اتاق بخیر پس روی دست شب گپ خوب میشه. خب اعمال این دراگ کروانیس از یونس جان نهیل و نرمند نازنین ما که انجینی است و نام انجینی است معروف هستند، ولی در برنامه ما نرمند هستند دیگه. در برنامه ما انجینیر نیست، در برنامه ما نرمند هستند. خب میریم دنبالتان. این آهنگ چیزه از کامپوزیشن نهیل عزیز، انشالله که با هم میشنیم. این آهنگ از به تال کرواس رقم غزلگونه ساخته شده، رفتم میخوام. گلاب و شخای بدیدن رنگ گل گلاب و شخای بدیدن